أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. يا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا. ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد. مخاطبان عزیز و گرامی، برادران بزرگوار و خواهران محترم، در ادامه درس‌های سوره مبارکه احزاب از آیه 25 تا آیه 31 تلاوت گردید. قبل از این آیات در درس‌های گذشته ما واقعه احزاب را و جریانی که در جنگ احزاب یا جنگ خندق پیش آمد خواندیم و بعد از این در این آیات خطاب به همسران حضرت رسول صلی الله علیه و سلم هست. حالا مناسبت این آیات به این شکل که اهل تفسیر میگویند گویا سوره مبارکه احزاب در دفاع از حضرت رسول صلی الله علیه و سلم نازل شده و چه کسانی که با آن حضرت دشمنی داشتند مثل کفار، مشرکین، منافقین و یهود که در آیات گذشته در رابطه با اونها خواندیم. اما گاهی از عملکرد بعضی از یاران و نزدیکان هم آن حضرت صلی الله علیه و سلم می رنجیدند و در این آیات الله عزوجل از حبیبش، از پیامبرش دفاع میکنه. گرچه مورد خطاب همسران آن حضرت صلی الله علیه و سلم هستند، چون همسران آن حضرت یه چیزی را تقاضا کردند از آن حضرت که خداوند به آن حضرت فرمود که شما به اینها اختیار بدید. دو آیه اولی که تلاوت گردید این آیات معروف هستند به آیات تخییر. آیات تخییر معنیش اینه که به همسران اختیار داده شد که اگر دوست دارید با همین وضع موجود بسازید و زندگی بکنید، زندگی کنید، و اگر نه میتونید که جدا بشید. میخواهید که زندگی مرفهی داشته باشید، زندگی راحتی داشته باشید، زندگی همراه با امکانات آن روز، اون وقت شما جدایی را اختیار بکنید که بعداً میخوانیم همسران رسول الله صلی الله علیه و سلم چه عکس العملی نشان دادند و چه چیزی را اختیار کردند. قبل از اینکه ما به تفسیر و تشریح آیات بپردازیم، در رابطه با
سبب نزول این آیات، به اصطلاح مفسرین شأن نزول این آیات خدمت شما عرض کنم که بعد از اینکه خداوند عزوجل فتوحاتی به پیامبر عزیزش و به مسلمانان عنایت فرمود و بعد از اینکه غنایمی به دست آمد، در جنگ‌های مختلف غنایم به دست آمد، به ویژه غنایمی که از یهود به دست آمد بعد از جریان بنو نذیر و بنو قریظه که اینها سرمایه‌داران یهود بودند و اینها را وقتی که جلاوطن کردند و از بین بردند، تمام باغاتشون، نخلستانهایشون، قلعه‌هایشون، سرمایه‌هایشون برای مسلمانان ماند و بین مسلمانان تقسیم شد. و همچنین 2 سال بعد از جریان بنو قریظه جریان خیبر اتفاق افتاد که در خیبر هم اموال بسیار زیادی به دست مسلمانان افتاد. لذا وقتی که وضعیت خوب شد، رسول گرامی صلی الله علیه و سلم اموال را بین مسلمانان تقسیم کردند و زندگی صحابه تغییر کرد. زندگی صحابه بسیار بهتر شد از نظر مالی، از نظر مادی، از نظر اقتصادی نسبت به گذشته. در گذشته فقر بود، فاقه بود، سختی بود، تنگ دستی بود، مشکلات بود. اما الان که خداوند عزوجل این فتوحات و این غنائم را عنایت فرمود، آن حضرت صلی الله علیه و سلم چنان پیامبر مهربانی بود و چنان حاکم مهربانی بود که به فکر رعیت و به فکر ملت بود. تمام سعی و تلاشش این بود که صحابه زندگی خوبی داشته باشند. لذا اموال را توزیع فرمودند، تقسیم فرمودند. وضعیت صحابه بهتر شد، خوراکی ها بهتر شد، لباس ها بهتر شد، وضع خانه بهتر شد. اما وضعیت زندگی خود آن حضرت صلی الله علیه و سلم تغییری نکرد. آن حضرت صلی الله علیه و سلم خودشون در خانه خودشون تغییراتی نیاوردند. همون فقر و فاقه گذشته، همون قناعت گذشته، همون خوراکی و لباس و زندگی ساده گذشته بود. اینجا بود که یه روز ازواج مطهرات و همسران پاک آن حضرت صلی الله علیه و سلم جمع شدند و خدمت آن حضرت این خواسته را مطرح کردند که این خواسته، بعضی ها از این خواسته بر علیه همسران آن حضرت میتازند، در حالی که هر همسری میتواند از شوهر خودش مطالباتی داشته باشد، مطالبات جایزی، و اون چی که همسران حضرت رسول صلی الله علیه و سلم مطرح کردند هم خواسته جایزی بود. اونها میخواستن زندگی بهتری داشته باشند، اما نمیدونستن که رسول الله صلی الله علیه و سلم در این دنیا همین زندگی فقیرانه را انتخاب فرموده. لذا اونها مطرح کردند، گفتند یا رسول الله، میبینید شما و ما میشنویم که زندگی شاهان ایران و روم چگونه هست، چه زندگی مرفهی دارند و چقدر خدم و حشم دارند و چه امکاناتی دارند، چه رفاهیاتی دارند. ما نمیخواهیم مثل اونها، ولی زندگی بقیه یاران و همراهان شما، بقیه مسلمانان تغییر کرده، بهتر شده. لذا ما هم دوست داریم، طبیعی هست که در خانه خودمون غلامی کنیزی داشته باشیم، خادمی که بعضی از امور را او انجام بده، و همچنین میخواهیم که خوراک بهتری، لباس بهتری، رفاه بهتری. الان که خداوند عزوجل این همه نعمت عنایت فرموده و عطا فرموده، ما میخواهیم که وضع بهتری داشته باشیم. وقتی که این را مطرح کردند و چون که آن حضرت صلی الله علیه و سلم اون نوع زندگی را که عرض کردم، زندگی با قناعت را انتخاب فرموده بود، آن حضرت صلی الله علیه و سلم از این خواسته اونها بسیار رنجید و ناراحت شد و آن حضرت صلی الله علیه و سلم چنان ناراحت شدند که حتی گفتند من تا مدت پیش شما نمیم، تا 1 ماه فرمودند که من پیش شما نمیم. و حدیث مفصلی هست در کتابهای حدیث
که وقتی که صحابه شنیدن حتی شایع شد که آن حضرت همسران خودش را طلاق داده. سیدنا ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه با سرعت خودشون را رسوندن. وقتی که این پیام رسید، عمر فاروق، بقیه صحابه وقتی که جویا شدن متوجه شدن که این شایعه است، آن حضرت صلی الله علیه وسلم طلاق نداده، اما آن حضرت فرمودن که اینها از من نفقه میخواند و اینها از من زندگی مرفه میخواند. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه بلند شد و پیش دخترش ام المؤمنین عایشه رفت و ایشون را سرزنش کرد و ایشون را مورد عتاب قرار داد. عمر فاروق رضی الله تعالی عنه پیش حفصه رفت، دختر خودش. هر یکی از این شیخین دختران خودشون را توبیخ کردند، عتاب کردند، سرزنش کردند که چرا شما رسول خدا را و محبوب خدا را به خاطر نان و نفقه اذیت میکنید؟ چرا چنین مطالباتی شما داشتید، خواسته هایی مطرح کردید؟ بالاخره تا اینکه این آیات نازل شد. این آیات تخییر هستند، آیاتی که در این آیات به ازواج اختیار داده شد و اختیار به این صورت هست که خدای عزوجل میفرماید پیامبر من و حبیب من زندگی و رفاه آخرت را انتخاب کرده و در این دنیا زندگی زاهدانه و زندگی معمولی میخواد داشته باشه. همسر و عرض کنم زن تابع شوهر باید باشه. لذا به همسران میفرماید که اگر شما میخواهید در دنیا زرق و برق داشته باشید، در دنیا رفاه داشته باشید، در دنیا زندگی خوبی داشته باشید، گرچه اونچه که ازواج مطهرات مطالبه کردند ناجایز نبود، نامشروع نبود، اما نظر به اینکه اینها در حریم آن حضرت صلی الله علیه و سلم بودند، به عنوان اهل بیت رسول الله بودند، لذا این مسئله برای رسول الله سنگین بود. خداوند همین میفرماید، از پیامبرش دفاع میکنه که ای همسران پیامبر، اگر شما رفاه میخواهید، زینت دنیا میخواهید، زرق و برق دنیا میخواهید، ای پیامبر تو به اونها بگو که بیایید، من اون چی که بالاخره حق و حقوق یک زن هست به وقت جدایی، از عرض کنم که خلعت و لباس و در اصطلاح شریعش میگم متعه یعنی یک دست لباس و بعضی از هدایا و تحفه هایی که میدم، من به شما میدم و شما را رها میکنم، از شما جدا میشم، اما جدایی که جدایی خوبی باشد، شما برید زندگی خودتون رو داشته باشید. اما اگر میخواهید که خداوند راضی باشه، رسول خدا راضی باشه و در دار آخرت و سرای آخرت همه چیز داشته باشید، اون وقت خدای عزوجل برای شماهایی که اهل اخلاص و نیکوکاری باشید، خداوند اجر و پاداش بسیار بزرگ مهیا فرموده. اون وقت اعلام کنید که ما خدا و رسول خدا را میخواهیم. وقتی که این آیات نازل شد دیگه اختیار مال همسران بود، چه نوع زندگی را انتخاب میکردند، رفاه در دنیا و جدایی از آن حضرت صلی الله علیه وسلم به عنوان یه مسلمان و مؤمن معمولی، و یا اینکه نه جز اهل بیت پیامبر بمانند و در آخرت خوبی داشته باشند، هم خدا ازشون راضی باشه و هم رسول خدا از اونها خوشنود باشه. کدوم را انتخاب میکنند؟ آن حضرت صلی الله علیه و سلم بعد از این آیات تخییر به سراغ همسران رفتن. در روایت های حدیث داریم که اول پیش ام المؤمنین عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها که از نظر سنی از همه کوچکتر بود، پیش ایشون رفتند. اما از این حدیث معلوم میشه که رسول الله صلی الله علیه وسلم چقدر عایشه را دوست داشت و وابستگی به ایشون داشت. به ایشون چی فرمود؟ فرمود که عایشه من یه چیزی بهت میگم، یه پیشنهادی دارم، تو فوراً جواب نده،
چون آن حضرت می ترسید که عایشه وقتی بگه که من زندگی مرفه میخوام اون وقت جدایی میشه. فرمود که تو فوراً جواب نده، تو اول برو با پدر و مادرت مشوره کن و با مشوره اونها پاسخ منو بده به من. ام المؤمنین عایشه عرض کرد یا رسول الله چیه؟ چه میخواهید مطرح بفرمایید؟ آن حضرت فرمود که آیا میخواهی که متاع خوب، زندگی خوب، رفاه خوب، زرق و برق دنیا داشته باشی و از من جدا بشی، یا اینکه خدا را و رسول خدا را و دار آخرت را اختیار میکنی؟ به محض اینکه این پیشنهاد را داد، ام المؤمنین عایشه احساساتی شد و گفت که آیا ای رسول خدا من در رابطه با شما با پدر و مادرم برم مشوره بکنم؟ من هرگز مشوره نمی کنم، بل اختار الله و رسوله و دار الاخره. من خدا را میخوام، رسول خدا را میخوام، دار آخرت را میخوام و از این دنیا هیچ چی نمیخوام. آن حضرت صلی الله علیه وسلم بسیار خوشحال شد و خرسند شد و بعد از اون پیش همسران دیگه رفت، بقیه ازواج مطهرات رفت و پیش همه این سوال را مطرح کرد و این اختیار را جلوی همه گذاشت. همه جوابشون و پاسخشون مثل جواب ام المؤمنین عایشه رضی الله تعالی عنها بود. همه خدا را و رسول خدا را و دار آخرت را انتخاب کردند. اینجا بود که این مرحله تخییر به پایان رسید. آیات را دقت بفرمایید. خدای عزوجل خطاب می فرماید پیامبر عزیز خودش را یا ایها النبی، ای پیامبر من، ای نبی من، قل لازواجک، به همسرانت بگو، به زنهایت همسرانت بگو، ان کنتن تردن الحیات الدنیا و زینتها، اگر شما اراده زندگی دنیا و زینت و زرق و برق دنیا را دارید، یعنی دنیا می خواهید و حیات دنیا را و زینت در دنیا را می خواهید، فتعالین، بیایید، امتعکن و اسرحکن سراحا جمیلا، من به شما متاع دنیوی میدم، کالای دنیوی میدم، نان و نفقه و اون لباس و هدایا و تحائفی که به وقت جدایی یک شوهر باید به زنش بده، من همه اونها را به شما میدم و اسرحکن سراحا جمیلا، شما را ترک میکنم و شما را میگذارم ترک کردن خوبی. منظور اینه که دیگه مشکلی نیست، به خوبی از هم دیگه جدا میشیم و تمام حقوقی که متعلق به جدایی هست و متعلق به فرقت و جدایی هست همه را به شما من میدهم. اما و این کنتن تردن الله و رسوله، اگر شما اراده دارید و میخواهید، انتخاب میکنید خدا را و رسول خدا را و دار الاخره و زندگی آخرت را، یعنی میخواهید که در آخرت همه چیز داشته باشید، در آخرت رفاه باشه، در آخرت خوش باشید، فإن الله اعد للمحسنات منکن اجرا عظیما، همانا خداوند عزوجل آماده فرموده، مهیا فرموده برای کسانی که از شما مخلص و نیکوکار باشند. محسنات کسانی که کارهای نیک انجام میدن و بعضی گفتن احسان یعنی هر کار را با اخلاص انجام دادن، برای خدا انجام دادن. الله تعالی برای کسانی که از شما با احسان زندگی کنند از شما، خداوند آماده فرموده اجرا عظیما، اجر بسیار بزرگی، یعنی در آخرت خدای عزوجل به او نعمتهای بیکرانی عنایت می فرماید. لذا کدوم یک را انتخاب می کنید؟ همسران آن حضرت صلی الله علیه و سلم همانطوری که عرض کردم خدا را و رسول خدا را و دار آخرت را انتخاب کردند. از اینجا معلوم میشه که خداوند عزوجل این همسران را، ضمن این که خداوند اونها را سرزنش هم میفرماید،
خیلی جاها عتاب هم میفرماید. اما این همسران را هم برای دنیای رسول الله انتخاب فرموده بود و هم برای آخرت رسول الله. و الا اگر اینها برای آخرت رسول الله نبودند و برای دنیای رسول الله هم نبودند، اونها قطعا میگفتند خب ما زندگی مرفه میخواهیم، جدا میشدند. حتی یکی از اینها جدا نشد، همه اونها فریاد برآوردند که بل نختار الله و رسوله و الدار الاخره. از اینجا معلوم میشه که بهترین زندگی که انسان باید برش برنامه ریزی بکنه، گرچه زندگی در دنیا هم جز نیاز ما هست و رزق و نان و نفقه دنیا هم نیاز ما هست، اما باید یه مؤمن، یه مسلمان، یه پیرو واقعی پیامبر عظیم الشان باید برای آخرتش برنامه ریزی کند، باید بیشتر به فکر آخرت باشد. و خود آن حضرت صلی الله علیه و سلم با وجودی که خداوند عزوجل امکانات زیادی داده بود، ما در روایت های مختلفی داریم که خداوند به پیامبرش پیشنهاد فرمود که هرچه مال و سرمایه میخوای برایت مهیا میکنم، اما خود رسول الله صلی الله علیه و سلم اون زندگی را انتخاب فرمودند، به دلیل اینکه در این دنیا همه ما میدانیم فانی هست. هر اندازه که داشته باشیم، هر اندازه که انسان ثروت اندوزی بکنه، بالاخره باید به ملاقات الله بره. لذا یه مؤمن باید دوراندیش باشه، به این معنی که خیلی دور را نگاه بکند و برای اون زندگی که اون زندگی ابدی هست، زندگی همیشگی هست، برای اون زندگی باید برنامه ریزی داشته باشه. علی ای حال، بعد از اینکه همسران حضرت رسول صلی الله علیه و سلم زندگی آخرت را پسندیدند، خدا را و رسول خدا را انتخاب فرمودند، بعد از اون خدای عزوجل برای اونها ضوابط و قوانینی ذکر فرمود. یا نساء النبی من یأت منکن بفاحشة مبینه یضاعف لها العذاب ضعفین. حالا که اختصاص دادید خودتون را به حضرت رسول صلی الله علیه و سلم و میخواهید در حریم ایشون بمانید و میخواهید جز اهل بیت ایشون باشید، حالا باید زندگی شما یه زندگی خاص باشه، یه زندگی نمونه باشه. باید چنان زندگی باشه، الان جز خواص هستید، که در اون زندگی کوچکترین خطایی، اشتباهی، گناهی، معصیتی و بویژه نافرمانی پیامبر خدا نباید از شما سر بزند. و اگر این اتفاق بیفته، شما پیامبر خدا را نافرمانی بکنید، ایشون را برنجانید یا گناه و معصیتی از شما سر بزند، اون وقت خدای عزوجل مثل بقیه انسانهای معمولی، چون شما معمولی نیستید، مثل مسلمانهای عادی شما را خداوند مؤاخذه نمی فرماید، 2 برابر و چند برابر برای شما عذاب خواهد بود. اما از آن جایی که خاص هستید، اگر مطیع خدا باشید، مطیع رسول خدا باشید، تابع باشید، فرمانبر باشید، عمل صالح انجام بدید، اون وقت اجر شما، پاداش شما، جزای نیک شما هم 2 برابر و چند برابر خواهد بود. از اینجا معلوم میشه که خواص زندگیشون باید اعمالشون بالخصوص، اونهایی که الله عزوجل اونها را خاص قرار داده، به اونها عرض کنم که یه جایگاه خاصی در دنیا عنایت فرموده، علم داده، به اونها مقام داده، اینهایی که انگشت نما هستند، اونهایی که مورد اشاره مردم هستند، اونهایی که برای مردم الگو هستند، اونهایی که برای مردم نمونه هستند، اونها باید زندگیشون خاص باشد، اونها نسبت به بقیه بیشتر تابع خدا و رسول خدا باشند، بیشتر عمل کنند، بیشتر توفیق داشته باشند و اونها باید از گناهان بیشتر دوری بکنند، چون اونها الگوی مردم هستند. علما، خواص، عرض کنم حکام، اینها باید
خیلی رعایت بکنن. لذا الله میفرماید یا نساء النبی من یأت منکن بفاحشة مبینه، ای زنان پیامبر، ای همسران پیامبر، هر کسی که انجام بده از شما فاحشه مبینه. فاحشه همه مفسرین اینجا نوشتن منظور گناه است، گناه آشکاری. اون فحش که به معنای بی‌حیایی هست و عمل غیر اخلاقی نیست، اونها در همسران پیامبر نه همه پیامبران بعیده که انجام بگیره. همسران پیامبران اونطوری که ابن عباس رضی الله عنهما میفرماید در ادوار گذشته همسران پیامبران مرتکب کفر شدن، مرتکب شرک و نفاق شدن، اما مرتکب عمل بی عفتی و بی اخلاقی نشدن. هیچ همسر هیچ پیامبری ما زنت امرأة نبی قط، ابن عباس میفرماید همسر هیچ پیامبری علیه بالله مرتکب عمل زنا نشده. بس اینجا فاحشه به اون معنا نیست، بلکه در بسیاری از آیات می آید که فحش به معنای گناه هست، به معنای معصیت هست، به معنای بخل هست. الشیطان یعدکم الفقر و یأمرکم بالفحشاء، آیه هست در رابطه با نفقه آمده. اونجا میفرماید که حرف شیطان قبول نکنید، چون که شما را میترساند که اگر در راه خدا خرج کنید شما فقیر میشید. الشیطان یعدکم الفقر، شما را از فقر میترساند. و یأمرکم بالفحشاء، و به شما دستور میده که بخل کنید. اونجا فحشا به اتفاق مفسرین به معنی بخله. پس فحشا به معنی بخل هم میاد، به معنی معصیت هم میاد، به معنی نافرمانی میاد، هر گناهی که بزرگ باشه. حالا اینجا چرا کلمه فاحشه به کار بردند؟ مفسرین میفرمایند چون اینها در حریم رسول الله هستند، در خانه پیامبر هستند، جز اهل بیت پیامبر هستند، اینها زندگیشون یه زندگی خاصی هست. اینها اگر یه نافرمانی و اشتباهی کوچیکی بکنند اون به عنوان یه گناه بزرگی قلمداد میشه. به این خاطر خداوند فرموده هر کسی از شما کار عرض کنم که نامناسبی انجام بده، مثلا پیامبر خدا را نافرمانی بکنه، معصیت بکنه، یضاعف لها العذاب ضعفین، برای او عذاب 2 برابر میشه. یا بعضی میگن اینجا صیغه تثنیه آمده برای تکرار هست، برای او چند برابر میشه عذاب. و کان ذلك علی الله یسیرا، این بر خدا آسان است. اما اگر در خانه پیامبر اطاعت بکنید از خدا و از رسول خدا، اون وقت اجر شما هم چند برابر. و من یقنط منکن لله و رسوله، هر کسی تابع بشه، فرمانبر بشه از شما، فرمانبر خدا و رسول خدا، و تعمل صالحا، و عمل صالح انجام بده، نؤتها اجرها مرتين، ما به او میدهیم اجرش را چند برابر یا 2 برابر. و اعتدنا لها رزقا کریما، اینجا اگر در دنیا با فاقه زندگی کنید، با قناعت زندگی کنید، ما برایش آماده کردیم، برای اون همسر پیامبر رزقا کریما، در بهشت رزق معززی. یعنی وقتی که در دنیا شما بهره‌مند نشوید، در آخرت قطعا بهره‌مند بشید و خدای عزوجل اونجا در کنار رسولش برای شما رزق بسیار معزز و خوبی آماده فرموده و مهیا فرموده. پس عزیزان ببینید اینها اهل بیت پیامبر هستند. در آیات بعدی هم می آید که انشاءالله در درس های آینده می خوانیم، خدای عزوجل به این اهل بیت می فرماید خدا با این توصیه ها و با این تذکرات و با این هدایت ها و راهنمایی ها می خواهد شما را پاک بگرداند. و یطهرکم تطهیرا، ای اهل بیت پیامبر خدا شما را پاک می گرداند. لذا همسران رسول اکرم صلی الله علیه و سلم طبیعی هست که آن حضرت صلی الله علیه و سلم از ایشون
از اونها چون انتظار بی جایی داشتن، آن حضرت از اونها ناراضی شد. خدای عزوجل اونها را سرزنش فرمود. این بین همسران و بین رسول اکرم صلی الله علیه وسلم. اما نسبت به ما خداوند عزوجل فرمودن، ما در همین سوره خواندیم النبی اولی بالمؤمنین من انفسهم و ازواجه امهاتهم. همسران رسول الله امهات مؤمنین هستند. ما باید اون احترامی که برای مادر داشته باشیم و بیشتر از اون باید نسبت به همسران حضرت رسول صلی الله علیه و سلم احترام قائل باشیم. و یک نکته دیگر که این نکته بسیار جالب هست و این نکته یک الگویی هست برای حاکمان زمان، برای اون حاکمانی که ادعا می کنند در مسیر پیامبر هستند و در خط مشی آن حضرت را دارند، اون اینه که ببینید حضرت رسول صلی الله علیه و سلم برای رفاه دنیای خودشون تلاش نکردند. هرچی که می آمد و هرچی که داد پروردگار بود، عطای الهی بود، غنائم بود، اموال می آمد، بین ملت تقسیم می کرد، بین مسلمانان تقسیم می کرد، بین یاران تقسیم می کرد، اما برای خودش چیزی بر نمی داشت. متاسفانه امروز در اکثر کشورها وضعیت حاکمان خیلی خوبه. اونها زندگی مرفهی دارند. اونها عرض کنم که فقط یک ساعتشون یا یک انگشترشون یا یک جفت کفششون به اندازه شاید نان و نفقه چندین ماه یک بالاخره یک رعیت یا یک ملت عادی میشه. اما ملت ها در فقر زندگی می کنند، ملت ها در مشکلات زندگی می کنند، ملت ها با فقر دست و پنجه نرم می کنند، با گرسنگی دست و پنجه نرم می کنند، ولی خود حاکمان عموما در رفاه هستند. خود حاکمان زندگی آنچنانی دارند. ولی آن حضرت صلی الله علیه و سلم این گونه نبود. آن حضرت صلی الله علیه و سلم این وضعیت که شما در سوره مبارکه احزاب خواندید که همسران نتونستند تقاضا داشته باشند برای یک زندگی مرفه، برای یک غذای خوب، لباس خوب، خادمی که در خانه خدمت بکند، آن حضرت فرمود، خداوند هم فرمود با همین وضعیت بسازید. اما وضعیت بقیه ملت خیلی فرق کرد. لذا اون حاکمی که دم از اطاعت حضرت رسول صلی الله علیه و سلم میزند و ادعا دارد که در مسیر زندگی آن حضرت هست، در مسیر زندگی اسلامی هست و حاکم اسلامی هست، باید اینگونه باشد. خودش اگر در رفاه هست یا نیست لازم نیست باشه، خودش باید زندگی عادی داشته باشد، ولی ملت باید زندگیش خوب باشه. هر چی هست باید برای ملت باشد، نه متاسفانه برعکس این که امروز در همه کشورها همین را ما مشاهده میکنیم. خدای عزوجل به همه ما فهم قرآن و توفیق عمل به قرآن عنایت بفرماید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.